سلام. امروز دوباره یه تست عجیب دیگه داریم. سلام به همه. بله. اسنک. آره. خب چیا داریم؟ یه سری چیز می‌ذاریم. یه سری چیزا. خب تو شروع کن. من شروع کنم؟ آره. من میخوام با این شروع کنم. این جالبه. آره این جالبه. چیه؟ تخم خرچنگ بود؟ نه خود خرچنگی. خود خرچنگه؟ آره با طعم خود خرچنگ. تو گفتی؟ نه این نیست، این یه چیز نیست. اصلا کدوم بود؟ او این چیه؟ بامزه است. نه. بوی خرچنگ میده. خرچنگ میده؟ آخه نه چه بامزه است. کوچولوه. آره بامزه است. خوبه. خیلی خوبه. خوبه. خوبه دوستش داشتیم. یا ما عادت کردیم به خوشمزه است. آره دقیقاً. اینم یه اسنک با طعم خرچنگ. آره تخمش نیست خودش. خب بریم بعدی. یکی دیگه بخوریم. نریم بعد. خیلی خوشمزه است. نمیخوای تو؟ خیلی خوشمزه بود. نه جذابه به نظرم. از اون که مثلا بازم میگیم. تو انتخاب کن. چیز باحالی. من انتخاب کنم. خب من میخوام برم سراغ این چیه؟ سلام گرفت. همونی که من اشتباه گفتم؟ نه. این آها این اونه. آره این باقالی با طعم گوشت. آره باقالیای کوچولو کوچولو ریز. طعم گوشت؟ با طعم گوشت داره. بیف. خب این مره بازنش. این سری مثل اون سری حال بدی نداره. فقط آره. عجیبه. آره دقیقا. خب بفهمید. اوه سیاهه. سیاه سوزوندتش. سوزونده. مثلا اوه بوی عجیبه. چی؟ آره بریم؟ بوی عجیبه. مزه تنها چیزی که نمیده باقالیه به نظرم. آره. مزه باقالی اصلا نداره. بد نیست. بد نیست. ولی خوشمزه نیست. نه. خوبه دوست داری؟ دقیقاً به مزه ادویه‌ای میده که روی باربیکیو میزنن. درسته؟ این گوشتا و ایناشون میزنن. من خیلی باش حال نکردم. حال نکردی؟ بعدم نبود. این یکی بهتر بود. اون خوشمزه بود. آره این خیلی خوشمزه تر بود. اینم ولی بد نبود. اینجوری نیست که نشی بخوریش. چیز جالبی بود. اوکی. آره. بریم بعدی. این چی بود؟ این این یه چیز تخم ملونه با طعم شما بگو. خودت بگو. با طعم تخم خرچنگ. تخم شده یعنی تخم ملون با تخم خرچنگ طعمش ترکیب کنی میشه این. خوبه. آره. حالا باز نمیشه اینا. تخم خرچنگ این چیزه ها. ببین این جالب بدونی این طعمی که داره یک سری تخمای نارنجی رنگیه. اینا چراغه که توی خرچنگ ماده هست. یعنی اینجوری. چی میگی؟ آره. خب چقدر ریزه. خیلی اینجوریه. معلومه. چی بگم من؟ فکر نمی‌کنم معلوم میشه. یه ذره است. مزه تخم کدو میده. آره؟ مزه تخم آفتابگردون میده؟ نه آره کدو و اینا انگار ترکیبیه. آره کدو و این چیزا مزه ترکیبی داره. ولی اینم باحاله. نه دوست داشتی؟ خدا دوست داشتم. آره میخوای تو اینا رو؟ نمیخوام رده بندی کنم.
اول این آره واقعا موافقی؟ اولی. آره. فکر کنم 10 رو آره بهش بدم. این 10 رو میگیره، این راحت 10 رو میگیره. آره. بعدش این، آره بعدش این باقالیه. درست. حالا بریم بقیه‌اش هم بخوریم. این بقیه رو بخوریم. خب این دفعه تو بکن. من خب بگم. به سراغ نخود. آره نخود آره. سبز. این سراغ نخود. با چه طعمیه؟ طعم داره یا نه اورجینال. آها این آره طعم خود نخوده. طعم خود نخوده. ببین چیه این دیگه. فقط اون چون باز نمیشن. خیلی سخت باز میشن. بیشی باشه. یه طراحی شده که اذیت چی موقع خوردنش. اوه دقیقا نخوده. اوه داشت میرفت. انتظار داشته توش ماهی باشه. خب ببینیم چیه. مزه خاص دیگه نمیدونم. بیا. نیست. اوه چرا سفت بود؟ سفته؟ این خیلی سفت بود. این سفت بود. جویده نمیشه که. آره کاملا مزه نخود میده. درست میگم؟ مزه نخود یه ذره مزه داره، نخود. یه ذره مزه نخود داره. ولی خیلی سفته. سفته آره این. هیچ ولش کن. اینو میذاری آخر؟ یا نه؟ آره این میره رده آخر. اوپس. خب مثلا یه امتیاز. یه امتیاز. آره. بریم سراغ بعدی رو من برم. برو. این همون لوبیا نخوده است. آفرین. با چه طعمی؟ سیر. همون نخوده پس سفت باشه. اینم باید سفت باشه ولی شاید مزهش بهتر باشه. چقدر راحت‌تر باز می‌کنی دیگه بالاخره. بهش بسه. اوه بوی سیر میده. بوش جالب بود. بوش جالب. این از اون بهتره. این از اون بهتره. نرم‌تر هم هست. آره این بهتره. این بهتره. این من مثلا بخوام از 10 بهش امتیاز بدم اینو 4-5. خب ببین الان مثلا این شدش 10. این 10. اینم به نظرم 8. این 8. بعدش شد این یا این؟ باقالیه یا نخوده؟ باقالیه. نخوده اصلا قابل خوردن نبود. نه نخود سیره. آها سیره. نخود سیره. خب این آره. چند؟ این 5. باقالیه 3. باقالیه 3. اون اورجینالم که 1. آره منم موافقم. من با همین امتیاز موافقم. خب بعدی با شماست. چیه؟ اینم تخم ترکیبیه. به سلامتی. آره تخمه آفتابگردون. آفرین آفتابگردون با طعم خرچنگ. اون تخم نارنجیای خرچنگ. بیا منم خوب باز کردم. اینا راحت باز میشه. آره. اونا سخت باز میشه. دیگه بوش چجوریه؟ بوش انگار شبیه اولی است. چقدر ریزه. خیلی ریزه آره. خب تخم آفتابگردون یا طعمدار شده است. تخم آفتابگردون طعمدار. خب خیلی ریزه. انقدر ریزه باید 3-4 تا خورد. مزهش. همه رو خورد. نه بخور. نمیخوای؟ من بهش 3 امتیاز میدم. خیلی باش حال نکردم. تو چی؟ 3 امتیاز. من 4 میدم. 4 میدی. بعدی با تو. بیشتر طعم چیز داره. چقدر نخود داریم؟ نخود داریم. جالبه این همون چیزه. طعم اورجیناله. یعنی ساده است. ساده همونه نمکی. دیگه. همونه برندش فرق میکنه. آره. همونه دیگه. ما فکر میکردیم که چیزش فرق میکنه. نمیخواین امتحان کنی؟ نه. نه. برو بعدی. خب
بعدی آخه دقیقا بعدی رو میخوام با یک سورپرایز داشته باشیم. اوه. آره بامبو شوتس. ترشیه؟ این بامبو شوتس چیزه باید ترشی باشه. ببین طعمش مثل اینکه شیرینه، خوشمزه بود؟ بعد نمیدونم منتها میگن خامش سمیه. یا اول این اوکیه، این پخته شده مطمئنی؟ است. نه یا ولی فلفل رو ببین اینجا. آره اینم فلفلشه. خب آره این چیزه مثل اینکه یه حالتیه که اون گیاهی که مثلا اول از تو بامبو در میاد. مفیدم هست یا نه؟ نخوندی رو نه دیگه خیلی حوصله نداشتم اونقدر بخونم دیگه، فقط یه سرچ ریزی کردم. مثل اینکه یه ذره طعم شیرین طور داره، ولی منتها خب ما اصلا اینو تستش نکردیم، هیچ ایده‌ای هم نداریم، گویا یه فلفلی هم توشه، ولی خب حالا ببینیم چی میشه دیگه. من بازش کنم یا تو؟ باز کن خود باز. بامبو بخوریم این پاندا. آره خب سفت. خب سر فلفله رو زد. ببین چجوری باز کردم. بیا میخوری فلفله رو؟ دوباره یه ذره چرا فلفله رو میدی به من؟ من نمیخوام. خب تو که خودت تون دوست داری. آره تو بخور. همشو که نمیخوره. نه یه ذره بخور ببین چجوریه. من الان بخورم اینجا اشکم در میاد. تنده اینم. خب من میرم اینو بخورم. چه جالبه، خیلی بامزه است. این با غذا خوب میشه. اه. آره این با غذا خوب. آها مثل اینکه اینو تو غذا هم میریزن. نمیدونم چه حالتی. بامزه است. شبیه مارچوبه است یه ذره. آره درسته؟ خب اوه چجوریه؟ تنده. تنده؟ جدی؟ چجوریه مزش؟ خوشمزه است. خوشمزه است؟ خب خوشش میاد. من امتحان نکنم؟ مثل این قهر نیست امتحان. همه جالبی داره. اوه تنده ولی خیلی باحاله. خیلی خوشمزه. خیلی خوبه، خیلی از این خوشم اومد. این قشنگ رفتش به نظرم قاطی اون چیزایی که میگیریم می‌خریم. از این به بعد. فکر نمی‌کنم خوشمزه باشه. منم فکر نمی‌کردم واسش. مثلا اینکه خوندم آبش ریخت. ولی مثلا خیلی اینکه خوشمزه است. آره خیلی ما خوشمزه. دوست داشتیم. آره چون یه ذره چیز داشت، یه ذره چیز داشت. یعنی شما مثلا یه طعم شیرینی داره، من گفتم شاید خوشمون نیاد. ولی شیرین نیست آخه اصلا شیرین نیست. اصلا شیرین نیست. اصلا شیرین نیست و بسیار جالب و خوب. بسیار جالب و خوب. من اینو میذارم اول. آره با اختلاف این اول. نه مستقیدم. من آره خیلی باحاله این. آره خیلی جالب بود. حالا اگر اومدید چین یا چین هستید و این امتحان نکردید حتما امتحان کنید. خیلی جذاب. خیلی جذاب. آره. تنده اگه تند دوست دارین امتحان کنید. آره دیگه اگر تون دوست ندارید. اوکی. بعد همه اینو این آخه همون الان بعد اون تنده اینو چجوری بخورم؟ حالا چی هست؟ جالبه. بگو بدون. کیکه با طعم هندونه. هندونه. قیافش هم اینه هندونه است. خب بریم بازش کنیم دیگه. آره بازش آره کنیم. بازش کن. خیلی باحاله این دورش. آره جلدش هم دقیقاً سبز پررنگ و سبز کمرنگ و اینا. آره. دقیقاً هم این هندونه. واقعا خلاقیتشون خیلی جالبه. خیلی کیک این بازش کنیم. خوشمزه سایه. بوی هندونه میده. واقعا؟ بوی هندونه شیرین میده. دقیقا. اینجا اوه این یه دونه است. من فکر کنم دو تاه. آن مغز داره؟ آره مغز داره. این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. مرسی از
به مغزش نرسم. نسیدم. نه. چطوره؟ خوشمزه است. خوشمزه است. خوشمزه است. چیه توش؟ کرم چیه؟ دوست داری امتحان کنی؟ من مثل اینکه قرار نیست امتحان کنم. پوستشو نخور. پوستش هم قابل خوردنه. اجازه هست؟ مرسی. بو شبیه بوی کیک هندونه و اینا مثلا بود. هندونه شیرین. دوست داشتی؟ تو یه 100% بازم میخوری اینو. آره من 100% میخورم. من فکر نمی‌کنم خوشمزه باشه. چطور؟ آخه دیدی این دو کلا شیرینیاشون خیلی خوشمزه است. نه راست میگه خیلی. این کیک و شیرینیاشون خوشمزه نیست. ولی این خوب بود. خب این چطور؟ من بهش 8 میدم. 8 میدی؟ خب. آره. پس همچنان اگر اینو من هم 8 و 9. آره من بس همه میدم. خیلی خوشمزه. این خیلی خوشمزه. تنده ولی خیلی تنده. خیلی خوشمزه بود. آره این بد شد این خرچنگه. بعدش هم کیک و بعدش هم بقیه و دیگه بقیه چیزا. خب اینم شد از این. اگه دوست داشتین لایک و کامنت برامون بذارین. سابسکرایب هم یادتون نره. دوستتون داریم. تا ویدیوهای بعدی. بهمون بگین چی درس کنیم. بای خداحافظ.